الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت آمین، مصدق خائن فرار کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل رفته است. مردم شهرستان ها، من که با شما سخن میگویم، میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستند. 64 سال پیش این صدای منحوس از رادیو پخش شد و ایران رو در غم و اندوه فرو برد. ارتجاع و استعمار به هم ساختند و علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق کودتا کردند. این واقعه تلخ تاریخ ایران رو دگرگون کرد و هنوز که هنوزه آثار اون رو میشه در میهنمون دید. رادیو پیک امروز رو با گرامی داشت و یاد مردی آغاز میکنیم که به هویت ایرانی معنایی دوباره بخشید و نامش تا جاودان در قلب هر ایرانی آزاده و شریفی ماندگار است. دکتر محمد مصدق. دکتر محمد مصدق مبارزه بزرگ، مبارزه بزرگ، قهرمان صادق، مبارزه بزرگ، مبارزه بزرگ. ای همیشه قهرمان، ای بزرگ سرزمین، هر کلامت حرف حق، ای حماس آفرین، ای حماس آفرین، ای حماس آفرین. لحظه ای تویی نشد سینه تو از امید، تا طلوع افتخار، تا سحرگه نوید، تا سحرگه نوید، تا سحرگه نوید. سلام، مخلص همه شما. امروز یک شنبه 29 مرداد ماییم و شما و یه دنیا حرف. بزن رادیو پیک و داغ تا از دهن نیفتاده. آقا بریم، برو بریم. نمایشی با عنوان رأی اعتماد به وزیران دربار شیخ حسن هم روی صحنه مجلس داره اجرا میشه. علاقه‌مندان به نمایش‌های روحوزی میتونن بلیت تماشای این نمایش رو از باجه بلیت فروشی مقابل مجلس تهیه کنن. لامصب ته نمایشاست. هم دراماتیکه، هم کمدیه، هم ژانر وحشته، هم بزن و برقصه، موزیک زنده هم که هست. دیگه واقعا از یه تئاتر چی میخواین که این نمایش نداره؟ مثلا الان صدای نماینده مجلسی رو پخش میکنیم که برای مخالفت با وزیر کشور 15 دقیقه وقت میگیره و وقتی پشت تیرمون میاد چنان جانانه و از عمق وجود مخالفتی با وزیر پیشنهادی کشور میکنه که خون جاری میشه وسط صحنه مجلس. طوری که میگن وزیر کشور در جا از روحش تهی شد و از شدت عصبانیت و جدیت این نماینده مجلس شرمسارانه وزارت کشور رو بوسید، گذاشت لب تاقچه. همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار، گلاب است گویی به جویش روان، همین شاد گردد ز بویش روان. این که داره شعر میخونه، پس کو مخالفتش؟ آقا نکنه خط رو خط شده؟ این الان مخالفت با وزیره؟ که در اینجا همه چی داغونه، تو مبر دووشی سختی هم آسونه، هر وقت رویم غم قصه‌شونه، تو که بوری انگار مچش سوشونه. محسن بیگلری یکی از نماینده های مجلس آخوندی در میان جلسه علنی یهو از جاش پاشد گفت برای وزارت آموزش پرورش یه ژنرال لازمه. بله، پس چی فکر کردین؟ نه تنها آموزش و پرورش که برای همه وزارتخونه ها ژنرال و سردار و سرهنگ و از این خرت و پرتا لازمه. همکنون شاهد رژه یگانهای زرهی وزرای پیشنهادی از مقابل جایگاه نمایندگان مجلس هستیم. سرهنگ ستون پنجم ولایت مدار، فرماندهی وزارت اطلاعات دولت.
سردار خالص و بیریای دوران شلمشوربای انتخابات، فرماندهی وزارت کشور دولت. سپهبد یکم شنودهای تلفنی و تخلیه اطلاعاتی، فرماندهی وزارت ارتباطات دولت. لبیک یا مقام عظما. سرلشکر دکل‌ها و بشکه‌های نفت غیب شده در تحریم، فرمانده وزارت نفت دولت. بچه برو کنار، زیر پا له نشی. آقای نماینده برو کنار، زیر تانکا له نشی. آقا بشین سر جات. آقایون نماینده ها بشینید پشت صندلیاتون، سکوت رو آقا بشین. آیا به خدمت که رسیدم سربازی، آخه تراشی در سرم را سربازی، آخه نه یک ماه نه 2 ماه و 2 ساله سربازی، آی سر بازی سربازی، آخه نشستم گریه کردم سربازی، آخه چه کاری ما نکردم سربازی، آی خودم بدبخت کردم سربازی سربازی. خلاصه هرچی از این درقک بازی نماینده های مجلس تو جلسات رأی اعتماد بگیم کم گفتیم. یکی دیگه از نماینده ها به اسم ابتهی داشت علیه وزیر خارجکی جواد ظریف نطق میکرد، اما اسمشو نمیگفت. به جای اینکه بگه آقای ظریف هی بهش میگفت آقای برجام. البته خب بنده خدا زیادم بیرا نگفته، راست گفته دیگه. مگه ظریف ریش قشنگه جز 4 تا مذاکره برجامی کار دیگه هم کرده تو این 5-6 سال؟ اونم که بعد چرخش و نرمش قهرمانانه و جام زهر ناقص، آخرش هم دوباره تحریما برگشت و توف سربالای برجام همش نقش بر ریش مقام ولایت. کاش حرکت این نماینده مجلس نهادینه بشه و بقیه مسئولین هم با القاب خودشون صداشون کنن. مثلا به وزیر نفت زنگنه بگیم آقای توتال، به کواکبیان نماینده بگیم آقای عربده، به عارف بگیم آقای سایلنت، بعد به شیخ حسن روحانی بگیم آقای آلزایمرهای انتخاباتی، به احمد خاتمی هم بگیم آقای چشقره، فیروزآبادی آقای گرد و قلمبه، احمد جنتی آقای راز بقا، مقام عظما آقای دیکتاتور ندیده، علم الهدا آقای آتش به اختیار. چقدر اسم تو ذهنم اومد. وای احمدی نژاد تو رو چی صدا کنم آخه؟ چی صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاشکی بد بودی عزیزم شد از یادم بری، کاشکی دل سنگ بودی تا که دل تنگ نبودم، کاشکی بد بودی تا من این همه یک رنگ نبودم. در مجلس از وزیر اطلاعات پرسیدن که داداش شما برنامه‌ت برای 4 سال آینده چیه؟ یه خلاصه‌ای بگو ببینیم میخوای تو این 4 سال آینده چیکار کنی تو وزارت اطلاعات. گفته که برنامه اول امنیت اقتصادی و برنامه دوم هم سلامت اقتصادیه. بعد همه نماینده‌ها جا خوردن، تعجب کردن، اصلا شاخ در آوردن که داداش تو مثلا قراره بشی وزیر اطلاعات، یکی دیگه قراره وزیر اقتصاد بشه، تو برنامه‌تو برای وزارت اطلاعات بگو. دوباره گفته امنیت اقتصادی، بعدش هم سلامتی اقتصادی. البته ایشون چون وزیر توصیه شده مقام عظما هستن، رأی اعتماد رو در مجلسشون فرو کردن. ولی خب اینطوری که نمیشه وزیرا کاراشون رو با هم قاطی کنن، هر وزیر باید کار خودش رو داشته باشه. مثلا وزیر ارتباطات، اخوی برنامه شما برای 4 سال آینده چیه؟ به نام خدا و یاد رهبری، چون من وزیر ارتباطات هستم برنامه‌م ارتباط دادن نفت با تحریم هاست. خب این که کار وزیر نفته. آقای وزیر نفت شما برنامه 4 سال آیندهتون چیه؟ خب چون من وزیر نفت هستم برنامه‌م نفتی کردن روابط خارجه با فلسطین، با لبنان و سوریه و عراقه. خب اخوی این که کار وزیر خارجه است. آقای وزیر خارجه شما برنامه‌تون چیه؟ من والا چون وزیر خارجه هستم برنامه من خارج کردن قیمه ها از ماست هاست. ای بابا داداش این وظیفه وزارت بهداشته. آقای وزیر بهداشت شما بگو ببینم برنامه‌تون برای 4 سال آینده چیه؟ من چون وزیر بهداشت هستم برنامه‌م بهداشت و صلاحیت نمایندگان مجلسه که بازم تایید صلاحیت بشن. ای بابا اینا دست جمعی قاطی کردن. اون که وظیفه شورای نگهبان. آقایون ریش سفید شورای نگهبان شما برنامه‌تون برای 4 سال آینده چیه؟ الو آقای شورای نگهبان، اخوی، حاج آقا، اینا هم که خوابن که بابا. راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشسته رو به روی من، جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو، جان من و نگار من در دل من ترانه شو.
خبر داغ این چند روز اخیر اعتصاب غذای شیخ کروبی بود که دیگه فکر کنم به لطف شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی همگیتون در جریان کم و کیف ماجرا قرار گرفتین و دیدین که شیخ در یک حرکت ننه من غریبم ولم کنین بیام بیرون رکورد کوتاه‌ترین اعتصاب غذای تاریخ بشریت رو شکست. صبحونه رو زد به بدن، دیگه چیزی نخورد تا غروب که بردنش بیمارستان به صرف سرم و کپسول و باقالی پلو و ماهیچه. حالا اینا به کنار، اصلا اینکه این دیگه چه جور اعتصاب غذایی بود رو کار ندارم. من فقط درگیر واکنش گنده های اصلاحات شدم. اصلا نمیدونین این اصلاح طلبان و اعتدالیون چطوری پشت کروبی وایستادن و برای خواسته‌هاش مبارزه کردن. آقا قوقا کردن، گرد و خاکی به پا کردن که نگو نپرس، خون به پا کردن، رگشون طوری باد کرده بود که معلوم نبود کدومش رگ بود کدومش گردن. اون محمد خاتمی که گویا در یک تماس تلفنی سرنوشت ساز و تاریخی گوشی رو برداشته زنگ زده به پسر کروبی و پشت تلفن تکرار کرده که آخه چه بد شد، جیگرم کباب شد، حیف که کاری از دست من بر نمیاد. شیخ حسن هم که با وعده رفع حصر وارد میدان شده بود در یک حرکت فراجناحی یهو خوابش گرفت و رفت تو رخت خوابش. محمد رضا عارف هم که طبق همیشه با یک سکوت دشمنکش رفت تو شکم مقام عظما و خمیازه‌ای کشید. اصلا باورتون نمیشه. آخر رفیق اینقدر با معرفت، رفیق اینقدر با جربوزه، رفیق اینقدر خاطرخواه، واقعا کجا دیگه پیدا میشه از این رفیقای خاکی پشت و پناه جز در جبهه اصلاح طلبا؟ کجا میشه شما رو پیدا کرد؟ آقا قرارمون کجا باشه؟ شمال سیبری باشه یا تو جنگلای آمازون، ساحل اسکندریه یا تو ازاقای ژاپن، بگو تو تاج محل باشه یا توی کاخ الیزه، میدون سرخ مسکو یا خیابون شانزلیزه. خب آقایی که شما باشی یه کارگردانی یه سریال 45 قسمته ساخته درباره یه آپارتمان که به 2 نفر فروخته شده و حالا بقیه ماجراهایی که توش اتفاق میفته. خب مشکل چیه؟ خب تا اینجاش که مشکلی نداره، همه چیش معمولیه. ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که اسم سریال رو گذاشته 88 متر. چرا؟ چون این آپارتمانه مورد نظر کارگردان و نویسنده سریال متراژش 88 متره. خب چه عیبی داره؟ خب همش عیبه دیگه، زشته، قباحت داره، متضاد با ولایت مداریه، تشویش اذهان عمومیه. همین عدد 88 رو ببین شما، راهپیمایی‌ها، فتنه، جسم ناقص، پل چوبی، تظاهرات سکوت، چه ربطی داره؟ آها این خوب سوالی بود، ولی خب خدا وکیلی ما هم مثل شما متوجه ربطش نشدیم. فقط در همین حد خبر داریم که صدا و سیما کارگردان سریال رو مجبور کرده اسم سریال رو به جای 88 متر 87 متر بکنه. یعنی اسم سریال باز به قاعده 1 متر کمتر بشه تا بهش مجوز بدن و پخش بشه. حالا دیگه اینطوری هست. اینجوری شد که صدا و سیما حتی با یه آپارتمان 88 متری خیالی هم مشکل پیدا کرد تا مبادا هر شب این عدد 88 تو تلویزیون مردم پخش بشه و هی فتنه و گارد ویژه و بقیه مخلفات رو یادآوری کنه. فلذا اسم سریال چی شد؟ بله 87 متر. ما از کارکنان ولایت مدار صدا و سیما خواهشمندیم همین کاری که با اسم این سریال کردن و با بقیه برنامه‌های تلویزیونی هم بکنن. مثلا خندوانه بشه یواش بخندانه، کلا قرمزی بشه کلا بنفشه. والا کلا بنفشه قشنگ‌تره دیگه. از همه بدتر این برنامه راز بقا هست. من نمیدونم این صدا و سیما چرا زندگی خصوصی جک و جونو برای وحشی بی تربیت رو اینطوری پخش میکنه. آقا جمعش کنین، به جاش هر روز پخش زنده مجلس رو بذارین، هم هیجانش بیشتره هم راز بقای بیشتری رو از نمایندگان مجلس نشون میده دیگه. آره دیگه والا. ما هیچی نمیگیم، اینا بدتر فتیله مسخره بازی رو بالاتر میکشن. ما کوتاه میایم، اینا بامبولای بیشتری رو از تو آستیناشون در میارن. ماجرا مربوط به آیت الله کوسه هاشمی رفسنجانیه. اولش که داستان استخری کردن بود، گفتیم خب بی خیال، تو دعوای خانوادگی اینا ما دخالت نمیکنیم. بعد تشییع جنازه‌شو گرفتن، تابوت خالی گذاشتن رو دوش مردم، اینم گفتیم بی خیال. تابوت یار امام در به در پر و خالیش فرقی نمیکنه.
بعد اومدیم جلوتر اسم چند تا تونل و اتوبان و میدون رو عوض کردن، گذاشتن هاشمی رفسنجانی. بازم ما گفتیم بی خیال. خلاصه هی ما هیچی نگفتیم ولی اینا هی پرروتر شدن. چرا؟ بله الان عرض میکنم خدمتتون. بعد از اینکه اتوبان نیایش تهران رو به اتوبان آیت الله رفسنجانی تغییر نام دادن، این هفته یه همایش هم برای این تغییر نام برگزار کردن. همایش اتوبان آیت الله رفسنجانی. یعنی دیگه ما هیچ معضل و گرفتاری نداریم که براش سمینار و همایش بذاریم الا همین همایش اتوبان کوسه. یه مش مسئول و مقام و جماعت رو جمع کردن توی سالن بزرگ و کلی از بیت المال هزینه که بیان یه موز و چلو کباب بزنیم دور هم درباره این اتوبان رفسنجانی گرامی داشت کنیم، خوش باشیم تو بغل هم دیگه. خلاصه خوبه دیگه، پول مال مردم، جاده و اتوبان مال مردم، عوارضی مال مردم، سالن هم مال مردم، ولی خب همایش مال تابلو اتوبان رفسنجانی. ما دوست داریم، ما رو نه خوشمون میاد از این همایش‌های بی‌خاصیت بازم برگزار کنین. ما خیلی دوست داریم، مثلا جیگرمون حال میاد، کیف میکنیم میبینیم میشنویم که با پول ما همایش‌های درپیتی الکی برگزار میکنیم. چند تا دیگه هم برگزار کنیم بیشتر حال کنیم. همایش مدل ابروی بنیانگذار انقلاب، یا سمینار راهبردهای درزگیری عبای رهبر فرزانه، همایش سایز دور کمر سردار فیروزآبادی، همایش سایز گیوه مصباح یزدی. از این مدل همایش‌ها برگزار کنن برادرها دیگه، ما خیلی دوست داریم. الان می‌خوایم از اتوبان کوسه بندازیم بریم تو جاده شمال. میدونی الان کجایم، میدونی توی این چه حالم، تو جاده شمالم، تو جاده شمالم، با این دوست با اون دوست توی جاده جالوس داریم بوق میزنیم، کورس میزنیم با یک اتوبوس. از این دشت به اون دشت رسیدیم به کلار دشت، سوغاتی برات چی بیارم موقع برگشت. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خدا نگهدار. ای کاش خدا ما رو خسته از هم نکنه، خدا تنهایی رو نصیب آدم نکنه. نمیمیره کسی که شد دلش زنده به عشق، خدا سایه عشق و از سرم کم نکنه. بی عشق نفس کشیدنم دشواره، بی عشق دقیقه ها پر از آزاره. بی عشق حواسم به گل گلدون نیست، گلهای تو باغچه بوته‌های خاره، گلهای تو باغچه بوته‌های خاره. این عشقه که آدم به خدا رو میکنه. بی عشق نفس کشیدنم دشواره، بی عشق دقیقه ها پر از آزاره. بی عشق حواسم به گل